Rahim Production. Okey, koruma hiç ka xabar nadosh ki furota bosha. Har kas hami megan ku tarbiyat mekini ay bani pod megira. In hami ay bani khud moy kor shidega. Khay. Aga mardak jon. Omadena ko. Ye takhtar lolo popo kada tenja. Tenja mardak jon bia be khona ra bia biskare. Biskare. Bia. Bia. Ben kırıktay mardak bia. Jon bia. Bia bia. Bia. Ha? İxta kraska kadar ta aftınamu ta Osman lolo popora zaday lavlunca sırf kadar darsakhon tenja. Tenja mardak jon tenja mehmon omadak. Bia biskare bishi mardak. Mehmon olmadı bu? Aa mehmon omadak bishi. Ki bu da mehmon? Bia mardak. Bia bia. No test sakıldan garişaytı. Hani bir şey ya? Ki bu da mehmon? İ darsakhonu i چی و با این قبل مرا بخشه ممکنه یکی بگم چی گپه من نفهمیدم تیا آخه مردک سیاره آمدگی با خواری ما؟ ها سیاره آمدگی بعد مهمانداریش کردم دوستش کردم با عقل نشدی با عقل نشدی همین خواری ما یا اومده مهمونی با همون جای همه که مرده یکی بگم جنگ نمیکنه یکی بگم جنگ نمیخدم بالای سرم ورم تو بانم اصلا من رسیده بیستی ها؟ نه آخه مردک یک کار کردم برام خمیگم که بگم تا جنگم نمیکنی پایگون کامودی کردی تو خط تزگاه زاخ کافیدم چیکار کردی؟ آخه مردک ها امی مشمورا 10 بار گفتم که امی ای خونه بر اومدن در خونه یگان سمونه یا مهمونه یا رزبونه مدرای ایده در خونه هیچی نیست شاف نک شاف تو رو بگو چیکار کردی؟ آخه خونه هویده همسایه رفتم دمی اینی بستموز کسومت مت قرض رفتم که ندادن همین شاف کردن تو به حد نقد میبینی بعد چیکار کردی بعد گناه تا بگو بعد جای کارت رفتم جای کاری ما ها ایسوسی نگاه کردم که نبودی بعد جای کاری ما رفتی ها نبودی ها امی در اومدم جای کارت نمو کشک تا هوی کردم کابینتی من در اومدی هیچ که نبود نه آخه هیچ کس نبود من ترخ کفتم که نیافتم بعد چیکار کردی بعد امی کشک هوی کردم ها نگاه کردم که پول بده 5000 سومانی بده حساب کردم 500 سومش گرفتم مردک اون خرید کردم خبرای خواهرتا اون زیادیش تا اوجا موندگی مردک جون زنکی سال ات دهایات یک کاری حلال میکنی یک بار تو دهایات اقلا یک کاری درست کاری با منی کردم میتونی آخه مردک من شما را گفتم که بیا نگم جنگو میکنه تو نه دهایات تو اقلا یک بار یک کاری حلال کردم میتونی آخه مردک ما 500 ما برای خواهری خطان گرفتار از خود کردم ای سرد مولا 500 ما برای 500 در تو جنگ جواب دوا ندارم برای چی جنگ دوا داری؟ زنک افتفام یک کاری حلال نداری او ممبری همون 5000 همه شا بگیری برای چی مردک؟ تو یک کاری حلال نداری اقلا همین کار با دلی من میکردی؟ برای چی آخی؟ چیخه برای چه زنک افتفام او پلکی طرفتی ایو کابینه دا او کشه گرفتی من را ایو کارخونه 2 روز پیش سر کرده بودم ما این قلقه و قلم بخرین ما بس سایتا شاکدی ها زنک این تبا وقتا لیباسای و پشیدی بیجا کاریت چی؟ با ما دست دکلت کنم ها؟ خیلی مردک داودم دکلت نکنم من نفهم زنم گیجا رفته تا یادت نبرار که تو یک خشاقی فهمیدی؟ تو دهان ای خونه و دری ما زنده کده گشتستی فهمیدی؟ با تو بکده آن حالت با ما دست دکلت میکده تو یک شوی خوب چالی اول نه تو گیجا رفته سیده همی روز؟ تو رکارت چیه آخی؟ او چه کارم چیه؟ تو گیجا میره من ندانم من اگه جانم تو گیجا میره تو زنه که خونه باید بره خونه دا بیسی گیجا میره برم با گفته سنتکی شهر نیست که ما دست دکلت کنم تست کارو رکا های هیچ نگه نگرونم او ستره در این خونه ما غلام شد با این اومد بیرای اجوزه اومد
ها چاکدی بگید دود پود جمع کن آخی دود پود من جمع کنم که جمع میای آخی هم گفتی دلم آش میکشه با برای تو آش کرده استم چی کردی تمام دوغ کمکشی بگیرم دوغ باری خوب کردی هم کارای دست ندگه چی کنه ای دل جگر من خودی چاکدی آش تمام میشه یا نه خیلی سعودی شبه کنم مثلا چند ساعت پس گفته بودم آش تیار که آی دوغ موندگی حالی او گو مولا کردم قریب 500 کیلو یا نیم کم است قماوسو بختم آخی باسو دما در خونه عدل نکنیم برای آرایشون گفتی که از میگه اونجا با عدل نکردم تره ما رفق ملنگی چی میگه بچم تست اسکوکی در جانم زد یک کاری حلال نداری تست کن دیل جگر من تو خوردی نکمی ایره ببی این قشاق ای کار بادش نما من برامدن در گفتم که این گوها گوها بگی جمع کن ای دستش یک کار نمیویا اوه چی تری آدم شدی چی تری مردک خونه چه کردی؟ بگش نه اومدی تره کاری چیه که من کی میام کی نمیام خونه و داری که من کی فورم مدرم کی فورم مدرم یگام گب داری ها؟ خیلی بگش در جو میگردی قشاق مرد تو دکلت نمیکنم فهمیدی؟ با گپ زنی شبیه بابا من گپ میزنم اصل جان میبخشی که من یک شد نمیخواستم شما را خفه کنم نمیخواستم که مقصدی شما را اینجا یکی ای دهنم برامد میخوام در برم باشی میخوام خطی شما عشق ورزی کنم کنم پتی من نمیخوام من موندهیم روزی درست کار کردگیم زهری زبانی تو را فهمیدگیم من در بری تو خواب کردن عشق ورزی کردن نمیخوام چی گفتی؟ چی گفتی؟ ای قشاق چی گفتی؟ من بو تفتی تو بیزارم فهمیدی؟ من نها تلفن قطی گپ زده استم قشاق من هیچ کنه کن ندارم شما در کدو نشا سلامتی زلال داره اول سلام علیکم دختر غلام ماش کرده کلاروش کرده کلو نشه بعد گپ تا گپ زکنی چی فایده داره میرم اخری؟ چی؟ دغزه میخوری کیف میکنی تو میدانی که دشمنی تو همیه چی؟ عرق عرق دشمنی من؟ نداره چی؟ بزرگه بداره چی بچه؟ بزرگه بچه و مرد کسی است که از دشمنش میترسم فهمیدی؟